قسمت 26 عشق ابدی به نظرم جنجالی ترین قسمتیه که دوشنبه شب منتظرشیم. اما قبل از دیدن کامل این اپیزود یه سریا به سیاوش بابت برخورد فیزیکی که با ترانه داشت هیت زیادی دادن. سیاوش هم در جواب میگه ما اگه قراره بحث حمایت از زنان باشه، من امروز اومدم از زنی حمایت بکنم که زن اول مردی بوده که از اون بچه داشته و در عین خوشی که با هم زندگی می‌کردن، خانومی که در این برنامه هست، من نمی‌خوام اسمشو بیارم ولی مطمئنم می‌دونید و دارید در مورد موضوع صحبت می‌کنید، اومده 4 سال با اون مرد زندار رابطه داشته. جواب اون ظلم و ستمی که به اون زن شده کی داده؟ کسی به زن اول اون آقا فکر نکرده، کسی که از بعدی که تو دل اون زن بوده. ایناست که من می‌خوام در موردش امروز صحبت بکنم. آقا بود و ایشون 4 سال تو زندگیش قرار گرفت. برید حمایت کنید از مادر کسی که نامزد ایشون بود و ایشون خودش آورد فرودگاه و فرستادش توی این بازی و وسط بازی ایشون به خاطر مسائل دیگه با ایشون دعوا شد و اون آدم دستش به هیچ جا بند نبود. یه عاشق واقعی، یه کسی که تمام زندگیشو گذاشته رفته خواستگاری حلقه داده و به امید یک زندگی و درست کردن آینده با این آدم و به قول معروف گفتنی با دل پاک اینو فرستاده وسط برنامه. ایشون اومد تمام رویاهای شما باید برید از مادر اون آقا حمایت کنید. ما باید بریم از خانمایی که ضربه خوردن واقعا، نه کسی که اصلا سگی وجود نداره به خاطر اینکه بخواد تمام فکر مردم رو عوض بکنه. تو ببینید، من نمیدونم این الان جزء قرارداد اون هست گفتنش یا نیست، نمیدونم. من میخوام چیزی رو مسئله عنوان بکنم. اون شبی که ایشون در سرحال ترین شبش، نه تو عصبانیت، نه با کسی دعوا شده بود، نه با کسی حرف شده بود، هممون هم نشسته بودیم داشتیم بازی می‌کردیم، صحبت می‌کردیم یا همه آماده شدن یه سری برن خوابگاهشون بخوابن، ایشون یهویی چای داغو به صورت عمد پاچید روی ما. خب همه ما تعجب کردیم. لیوانی که مخصوصا شکونده شد و پرتاب شد سمت بچه‌ها و همه اینا رو هیچکی عنوان نکرد یا خدای نکرده اون چاقویی که توسط این فرد پرتاب شد می‌خورد به چش یکی چه اتفاقی می‌افتاد. هیچ کدوم از اینا رو هیچکی ندید و ماها واقعا فکر کردیم این فرد مریضه و خود سیاوش همونجوری که خودش گفت تا انتهای اون برنامه‌ای که وجود داشت سیاوش داخل اونجا بود از ترانه حمایت می‌کرد. بعضا حالا نگاه می‌کنید میره جلوتر. خود من کسی بودم که احساس کردم شاید باید به یه فرد مریض فرصت داد، باید حمایت کرد، ولی این اصلا از روی مریضی نبود، از یه سری پروسه‌ای بود که توسط ایشون شبا نقشه‌اش کشیده می‌شد، فرداش اجرایش می‌کرد. و متاسفانه اینم عرض می‌کنم همه ما آدم‌ها یه ظرفیتی داریم. دقت کرده باشن توی برنامه اول دوم یا سوم بود که خب این پخش شده، برگشته گفته که آره من عاشق هیپم. و خب ما چجوری میتونیم اصلا از این فرد بتونیم دفاعی بکنیم؟ من اینم نمیدونم جزء قبول سیاوش شد، اینم من بگم تو فراموش کردم. این خانم به خاطر رفتارهایی که اونجا انجام میداد و حمله ور شد، یک بار به سبلا، یک نمایش داده نشده، یک بار به پناز تهدید کرد من کتکت میزنم، اینو من فکر می‌کنم پخش شد و به خاطر رفتارهایی که انجام داد، اون چاقویی که پرتاب کرد، اون دیواری که زد چیکون و تا داشتن اخراجش می‌کردن، داشتن می‌انداختنش بیرون، اردنگی چمدونش هم بسته بودن بندازنش. اولین نفری که واسطه شد که بخواد این آدم بمونه شما بود یا آقای سیاوش خان، بعد من بودم، بعد امیرحسین بود، بعد تو سفدا بود. تک تک ماها رفتیم وساطت کردیم و گفتیم آقا شرایط یه جوریه که شاید ایشون حال درستی نداشته. خب اینا رو که کسی نمیدونه پشت سر، اینا رو ما باید بگیم. اینا باعث شده بود که ماها دیگه به یک مقطعی برسیم که شاید سیاوش با یک اینجوری دیگه به اون شدت عصبانیت برسه بخواد یه داد بزنه. همه ما تو زندگی عصبی شدیم، دادم زدیم، هر کی بگه نه دروغ گفته. ولی اینی که بخواد با احساسات آدما بازی بشه، مخصوصا زنای محترم کشور من که میدونید چقدر مهر دارم بهتون، به ایران هم، به صحنه رو بخوام تعریف کنم، یکی که من اصلا وسط دعوا نیستم. فکر کنم تلویزیون بوق می‌خوره، من بالا نشستم، میام میشینم بغلم و شروع که میشه دعوای طناز و ترانه شروع میشه. هی وسط حرف هم دیگه پریدن با توناژ صدای بالا و اون وسطا که مثلا کات می‌خوره، طناز داره حرف میزنه، ترانه داره گوش میده، ترانه داره بغل گوش من و بغل گوش من خود یه سری کلمات همینجوریه. من این مدلی هم من متاسفانه تو لحظه بروز میدم، نه فکر می‌کنم به حرف، نه به ریاکشن، میاد همون لحظه میاد بروزش میدم. حالا دل پاکه همین داستان میشه واسه من. آره، و این تون صدای اون آدم و این که هی وسط حرف قطع میکنه و این داستانا باعث میشه من ریاکشن شد. ولی ریاکشن ما اینجوریه که دارم میگم ساکت شو، خفه شو این داستان ها و اون آدم داره هی به من میگه نمیشم، دوست ندارم بشم. میگم آقا صدات داره اذیتم میکنه، گیرو نکش، یه ناراحتی بغل من نشه. و من دارم میگم که من اینجا بودم، تو اومدی، تو اومدی، دست من میره بالا و دست من میره به خزای لباس این آدم، حتی به بدن این آدم نوک انگشت من برخورد میکنه، به خز کاملا مشخصه میگیره. وقتی دستم که اینجوریه، من همین الانم دارم با دست با شما صحبت میکنم. اول ویدیوهای من هست که من دارم با دست، اصلا من آدم اینو با دست ریاکشن نشون میدم، صحبت بالا رفتنش نیست، پایین اومدنش اینجوری است. بعدم میگه آخ زد تو صورت، یعنی یه چیزی که تصویر ازش هست. اتفاقا یه نکته خیلی جالبیه و من میخوام اتفاقا اینجا بگم. ببینید دوستان عزیز، کارگردان اون برنامه فردی بسیار حرفه‌ای و بسیار باهوشه. شما نگاه کنید توی تیزر داره به شما به قول معروف کدیو داره میده. ایشون صحنه آهسته میشه، دستش میخوره به پر کت این فرد و همونجا کارگردان میاد این صدا رو میذاره، وای صورتم. یعنی داره یه کد به شما میده، میگه اگر ما نیومدیم یه سری مسائل رو بذاریم که شما بدونید با چه اشخاصی اینجا طرفین، به خاطر اینکه بسیار شاید غیر اخلاقی بوده. اتفاقا دردم همینه دیگه. میدونی این واسه من اذیت کننده است. یعنی اینجا دل من شکست که من داشتم فکر می‌کردم با خودم که آقا من دارم واسه زن می‌جنگم.
من دارم واسه این میجنگم که نشون بدم که زن ایرانی یک دختر فرق هر زن جنسیتی نیست. یعنی شما نباید حتما با بدنت با این داستان‌های مالشی و این حرفا بخوای کاراتو در بیاری. این اصلا الگوی درستی واسه یک جامعه نیست. من اینو نه جلوی صحنه پشت صحنه‌ام درگیر بودم باهاش، ولی من فکر می‌کردم مخاطب یکم حداقلش میشه گفت یکم با حوصله‌تر، یکم دقیق‌تر، یکم با رحم بیشتری قضاوت بکنه. می‌دونی تو یعنی یه تریلر خیلی کوچولو قشنگ حکم منو دادن، اعدامم کردن و تموم شد رفت. و اینا واسم ناراحت کننده است. من یه وصیت آخر بکنم. ببخشید اگر راهی که من داشتم میرفتم برای اینکه از چهره یک زن دفاع بکنم و بجنگم واسه اینکه نشون بدم زن ایرانی و دختر جایگاهش این نیست و اینجوری نباید دیده بشه و این اصلا فکر درستی نیست و توی این مسیر اشتباه رفتم. مثل اینکه چون بدجور دارم قضاوت میشم که تو زن ستیزی، در صورتی که من به عنوان زن ستیزی این کارو نکردم. من به عنوان این کارو انجام دادم که نشون بدم چهره زن خوب و زن بد چیه. میدونی ما مرد داریم تا من، زن داریم تا زن. هر کسی نمیتونه نماینده یک زن باشه، نماینده زن بودن باشه. هر مردی هم نمیتونه نماینده مرد بودن باشه. و سوار بر موج اجماع برعکس بر علیه من بود. خیلی جالبه. یکی دیگه از شرکت کننده های برنامه که به اسم پژمان دست به افشاگری از ترانه زد که شنیدنش خالی از لطف نیست. اوف قضاوت ها شروع شد خیلی راحت. یعنی دقیقاً مدیا بهتون یه تصویر میده و شما اصلا بک‌گراند و هیچی در نظر نمیگیرید و شروع میکنید زدن. خیلی عالیه. میدونی بعد سختیش میدونی واسه من چیه که به من میگن زن ستیز. یعنی اون کسی که 4 سال با یک مردی که زن داره بچه داره تو رابطه، اون زن ستیز نمیشه. اون آدمی که نامزد داره تو برنامه است با احساسات یه نفر بازی میکنه، اونم زن ستیز نمیشه که وجه یک زن رو خراب میکنه. من زن ستیزم که نمیتونم همچین چندشی رو تحمل بکنم. واقعا عجیبه. و زن اتفاقا از نظر من خیلی موجود قویه. دوست داشتم یه عذرخواهی بکنم از تمام زنان و دخترانی که مورد آزار، اذیت و خشونت قرار گرفتن، کسایی که آسیب دیدن از این موضوع. و این تون صدای من و این تصویر من باعث شد که اینا دوباره این خاطرات تلخ واسهشون تداعی بشه و حس بدی بهشون دست بده. واقعا قصد من این نبوده که بخوام بگم من خیلی قویم، من میتونم یک زن رو قهر کنم و این داستان ها. اصلا آدم این مدلی نیستم و قصدم توهین و تخریب زن نبوده. و اگر همچین وایبی رو به شما دادم واقعا عذرخواهی میکنم